سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با اولین گزارش هفتگی که میخوایم باهاتون شروع کنیم به ارائه کردن دارم کار رو شروع میکنم و امیدوارم که این تمرین هایی که قرار انجام بدید هر هفته و با این سیستم که داریم جلو میریم هر روز کارتون بهتر از دیروز بشه، چون یه کاریه که به شدت تخصصیه، یه کاریه که نیاز داره که شما حتما یه سری موارد رو رعایت بکنید، چه از نظر سایکولوژی چه از نظر تکنیکال، که تکنیکالشون من به نظرم عملا رفع شده است. یعنی چیزی بیشتر از این نیاز ندارید. مثلا یکی از سوالایی که خیلی بچه‌ها میپرسن میگن آقا ما الان اینا رو ببینیم حله؟ میگم دقیقاً حله، ولی توی لحظه معامله یه داستان یه مقدار فرق میکنه. اونم به نظر سایکولوژیه که من در مورد سایکولوژی تو ویدیو سایکولوژی داره صحبت کردم، براتون یه ذره که خیلی بیشتر از یه ذره صحبت کردم. اونا رو باید خیلی تسلط پیدا بکنید، مثلا رو بحث طمع و ترس، این دوتا خیلی ممکنه شما رو اذیت بکنه و باید خیلی روش کار بکنید. و قبل اینکه حالا بریم شروع بکنیم من چند تا پیش زمینه بگم در مورد حالا اتفاقاتی که افتاد کلا. یکی در مورد اکسل مدیریت سرمایه که خیلی سوال میکنن اکسل کجاست. ببینید من تو اون لینکی که براتون میفرستم اولین لینک نوشته برنامه مدیریت سرمایه، همون اکسل است که ما تبدیلش کردیم به برنامه و دیگه شما اکسل نیاز نداری، یه نرم افزار اجرا میکنی و لذت میبری ازش. در مورد سوال و جواب ها ببینید، یکی در مورد بروکرها، ببینید من در مورد بروکر اصلا نمیخوام دخالتی بکنم هیچ وقت، اصلا تو حوزه مسئولیت من نیست. هر کسی هر جای دوست داره باید کار بکنه، به هیچ عنوان تو بحث بروکر من دخالتی ندارم، چه بروکرهای ایرانی حالا اسم نبریم چه بروکرهای خارجی. هر جایی که تحقیق کردید دیدید به نفعتونه، به دردتون میخوره، باش کار بکنید. واسه همین این نکته رو گفتم که من تو حوزه بروکر نه سوالی میتونم جواب بدم، نه رفع اشکالی تو حوزه مثلا نرم افزار قطع میشه من واقعا نمیتونم تو این حوزه دخالتی بکنم، چون به اونها مربوط میشه. مثلا دسترسی به چیزی ندارم که بخوام کمکتون بکنم. و در مورد اندیکاتور پیپ ولیو، این اندیکاتوری که این بالا میومد، خیلی مثلا سوال میکنن آقا الان توی کارگزاری من مثلا چرا اینجوری عددش. خب ببینید من با اون کارگزاری خودم میسنجیدم اون پیپ ولیو رو، میگفتم مثلا $10 به ازای هر لات معامله است و اصلا یه چیز اضافه بود. الان که دارم به این نقطه رسیدم یه معامله اضافه است، نیازی نیست شما بیای پیپ ولیو حساب بکنی. شما یه دونه معامله دمو روی شاخص بزنی در میاد دیگه. $10 به ازای هر لات معامله اصلا چیز خیلی پیچیده ای نیست و شما روی 20 تا شاخص همزمان نمیخوای کار بکنید طبق اون پلنی که ما داشتیم با هم که باید چی کار بکنید. و در مورد یه چیزی هم در مورد اشتباه استراتژیکی من تو ویدیوها کردم، اینکه هی گفتم بچا تمرین بفرستید. خب اون موقع من فکر می‌کردم اون مسیر درسته، ولی 4 ماه با اون سبک رفتیم جلو دیدیم اصلا به درد نمیخوره. یعنی اصلا همین ویدیو که دارید شما می‌بینید داستان همون ویدیو تمرین ها و چیز هاست که اتفاقا پیش اومد. من یه سری چیزای عجیب غریب برام میفرستادن، گفتن این تمرین، در صورتی که اصلا تمرین نبود. بهترین راه این بود که من بیام حالا یکشنبه برای این کار وقت بذارم، بیام برای شما یه سری چیزای آماده بکنم که شما برید اینو مثل یه گام به گامی که دو دوران دبیرستان میذاشیم کنار دستمون، با یه سری تمرین‌ها حل می‌کردیم، بعد می‌رفتیم با گام به گام میسنجیدیم، بعد خودمون رو بهتر می‌کنیم هر دفعه. اینم دقیقاً مثل همونه. شما میای اینجا میسنجی کاری که خودت کردی و با این دیگه نیازی به تمرین‌های اضافه اصلا نیست. و نکته بعدی که من واقعا بچه‌ها خیلی دوست دارم، من چندی بارم بهتون گفتم خیلی دوست دارم بیشتر از این وقت بذارم، ولی خب ببینید من دوشنبه ها تا جمعه واقعا درگیرم. یه بار روانی شدید رو منه برای معامله. کار ساده ای نیست بچه‌ها، اونم در این حجمی که من دارم انجام میدم. یعنی من با یه اکانت کوچیک استاندارد اینا معامله انجام نمیدم که بار روانی کمی داشته باشه. یعنی چون سطح روانی به شدت بالاست، منم نمیتونم مثلا یه اس ام اس و یه پیامی برای من میاد تمرکز من کامل میریزه به هم. واسه همین بهتره که دیگه این روال پیش نره و این ویدیو هم برای همین ساخته شده که اون روال انجام نشه دیگه. میگم من واقعا دوست دارم این اتفاق بیفته، من اصلا خیلی با شما در ارتباط بشم، ولی واقعا نمیرسم به عنوان یک نفر انسان نمیرسم و اصلا نمیخوام ادمین بذارم بالای کار. خیلی برای من واقعا کار ساده ایه که یه دونه ادمین بذارم صبح تا شب جواب بده، صبح تا شب. حقوقی هم نمیگیره که حالا مثلا ما 4 5 تومن بهش میدم و کارو انجام میده، ولی واقعا که چی من باید اگه جواب داده میشه من باید جواب بدم. به نظرم یه ادمین نمیتونه اون کارو انجام بده، پس جواب ندیم بهتر از اینه که یه ادمین جواب بدهد، چون ممکنه یه سری اشتباهاتی به شما انتقال بده که درست نیست و این گزارش هفتگی داره جای همه اونا رو پر میکنه.
و واسه همین گفتم که اگر من سوالی دیگه نمیتونم جواب بدم مثلا مستقیما، چون تعداد بچه‌ها زیاده، من فقط یک شنبه وقت دارم، چون من شاید آموزش رو بذارم کنار برای معامله گری، ولی هیچ وقت معامله گری برای آموزش نمیذارم کنار، چون عشق اول من خودم شما میدید معامله گریه، به راحتی میتونم این کارو بکنم، ولی اصلا هیچ وقت معامله گری رو نمیذارم کنار به خاطر آموزش. و حالا اینا رو یه ذره روزه خوندم براتون اول کار که یه سری چیزا رو با هم، چون خیلی وقت بود صحبت نکرده بودیم، بعد از آذر ماه دیگه ما اینجوری مستقیم هم صحبت نکرده بودیم. خب بریم سر چارتمون. الان 6 اپریل و شاخص داو جونز. یه سری تحلیل‌ها من انجام دادم براتون، حالا روی چارت روی 4 روز گذشته، چون این هفته 5 روز نبود، 4 روز بود، روز آخر تعطیل بود، روز جمعه. خب شروع کار با باز شدن بازاره که طبق معمولا مخصوصا تو این بازاری که خیلی به شدت نوسانیه با گپ باز میشه. این گپی که حالا تقریبا به سبک کندر رفته بالا. برای اینکه بفهمیم الان توی چه وضعیتی هستیم بچه‌ها، من گفتم شما اینجا نمیتونی بفهمی تو چه وضعیتی هستی. این یعنی چی اصلا؟ من بیام اینجا بگم به به این چه کندل پرقدرتیه باش بای بزنم؟ نه، این شکلی نیست. شما بیای کانتکست رو نگاه کنی. کانتکست یعنی چی؟ یعنی اتفاقاتی که قبل از اون افتاده، مثل این اسپایک، محدوده کانال و تریدینگ رنجی که روز قبل آخر از این اتفاق افتاده. این کانتکست این اتفاقه، یعنی اون اتفاقی که داره اونجا براتون میفته شاید اصلا قابل بررسی نباشه. خب آخر همون هفته قبل یه اتفاقی افتاد که ما منتظر یه سیستمی بودیم به اسم گپ یا بریک اوت یا هر چیزی که حالا میتونیم اسمشو بذاریم، در یه فشاری در بازار. خب چرا؟ چون یک الگوی MTRی تشکیل دادیم که اومده کانال تبدیل به تریدینگ رنج شده و اون رو تبدیل به پول بک کرده اینجا و داره با یه فشار به سمت بالا، ببینید 138 واحد به سمت بالا میره و دوباره یه الگوی کوچولو میسازه و دوباره با یک گپ باز میشه. البته که بچه‌ها اینجا دیگه معامله کردن خب یه مقدار غیر منطقیه. میدونید چرا؟ تازه بازار باز شده، جهتش مشخص نیست، خیلی اتفاقات عجیب غریبی ممکنه بیفته در توی طول کار. از این نظر که میگم عجیب غریبه و مشخص نیست که این موقع شب آدم وقت خوابه دیگه، 1:30 شبه، شما هیچ چیز سر جاش نیست، بعد میخوای معامله هم بکنی، یه مقدار منطقی تر آدم باید کار بکنه. خب بریم جلوتر. بازار وارد یه الگوی مستطیلی میشه که این سقف کف‌ها به سمت دارن بالا میرن. این داره سیگنال برای ما ایجاد میکنه، این که کندل‌های به سمت بالای ما قوی‌تر از کندل‌های به سمت پایین ما هستن، یا محدودیت تریدینگ رنج تو دل این وجود داره. فقط من بذارم یه نکته بگم، من همه پوزیشن‌ها رو نمیگم آقا از اینجا تا اینجا میتونی اسکل بکنی یا میتونی این پوزیشن از اینجا تا اینجا رو بگیری. خب درسته که اینجا تا اینجا رو میتونی بگیری چون به مپ هفتگی داری برمیگردی، یا مثلا تو دل این میتونی سوینگ بکنی، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا پوزیشن بگیری، یا بری تو دل این کانال اینو این سمت بالا رو بگیری، یا این یه تیکر هم بگیری، یا اینو بگیری. خب ولی خب من اینا رو نمیگم چون نمیخوام شما اسکل بکنید، شما ته تهش باید برید برای سوینگ گیری. اسکل واقعا براتون زوده، نمیدونم با چه زبونی رو بگم بچا، زوده واقعا اسکل کردن براتون. به بهای از دست دادن اکانتتون نذارید تموم بشه اسکل کردن. اونم ببین اسکل نه در حد چند کندل، در چند کندل اوکیه، من به نظرم میتونید انجام بدید، در حد اینکه توی پوزیشن میگیره یکی از بچه‌ها مثلا 5 دقیقه زودتر چیز میکنه، یعنی تو دل 5 دقیقه پوزیشنشو میبنده. اوکی من میدونم این کار انجام شدنیه، من انجامش میدم، ولی نیاز به یه سطح بالایی از کنترل روانی داره و به این سادگی نمیتونید انجامش بدید شما. پس شما هم لطفا رعایت کنید و فقط سوینگا رو بگیرید. خب اینجا بازار توکیو باز میشه و طبق همون صحبتی که قبلا کرده بودیم دنبال سیگنال هایی میگردیم که این سیگنال رو داریم میگیریم، از یه محدوده تریدینگ داریم خارج میشیم و میتونیم یه پوزیشن بزنیم. و درسته که این تا ریوارد 5 هم داده، 336 تا واحد رفته، ولی تیپی 2 رو من دارم انجام میگم که زیاد بلند پروازی نکنیم. تو همون تیپی 2 پوزیشن بسته میشه، مثلا 161 واحد اینجا به شما سود میده و دوباره وارد یه محدوده چی میگن بهش فلگ میشه و اون فلگ بچا بازگشتش به چیه؟ اینم بهتون بگم، این خط قرمزی که میبینید چیه؟ این خط قرمزا اینا مپ هفتگیه که ما تو بحث ویدیو شماره 19 بهشون اشاره کردیم. اینا خط اصلی ان، اینا خط 2500 من، این خط نقطه چین کوچیک‌تر، اینا خط اصلیشن. مثلا الان اگه کوچیک‌ترش بکنم ببینید که انتظار داریم به این سطوح واکنش نشان دهد، یعنی این خطا الان ایجاد نشده، قبل از اینکه این بازار بخواد تشکیل بشه برای این هفته ایجاد شده.
قیمت بعد از اینکه اینو بریک میکنه، ببینید داره مپو بریک میکنه و برمیگرده به همین سطح، یه پولبک خیلی قشنگ بهش میزنه و یه سیگنال وار کیبار خوب میده و روی این سطح شما یه تیک بالاتر از این قیمت، یه تیک بیشتر از یه تیک گرفتم، 14 تیک گرفتمش، ولی خب یه فاصله باشه که منطقی باشه، یعنی نشون بده که این کندل پرقدرتیه. بریک میکنه و شما میتونی اینجا وارد پوزیشن بشی برای اینکه میدونی آقا این اسپایکه و وارد کانال داری میشی و نقطه ورود TP 2 و نقطه استاپ تیم پشت میره و طی حالا مسافتی که برای کانال طی میکنه میتونه سود شما رو برسونه. این سرفه همون سرفه ها نبودا که تو ویدیو میکردم. خب کرونا هم ندارم اصلا. توی این کانال شما میتونستی پوزیشن های دیگه ای بگیری، مثلا اینجا وارد پوزیشن بشی، اینجا وارد پوزیشن بشی، اینم بشی و اینم بشی، ولی خب اینا اسکلپاست که نمیخوایم، بازم فقط نشونشون میدم که نگفتی که چه اتفاقی میتونستی بیفته. مثلا اینجا خودش یه پوزیشن اسکلپ، ببین خط قرمز رو میبینید اینجا کشیدم، توی لایو شما احتمالاً اینو کشیده بودی و توی اینجا شاید وارد میشدی. میدونی چی میگم؟ یعنی میگی آقا این کانال و داره از کانال خارج میشه، من باهاش بای بگیرم. خب میره و TP 2 تو نمیزنه، برمیگرده، حالا استاپت هم نزده ها، ولی خب من اینو استاپ گذاشتم. ببین اینجا استاپ نزده بچه‌ها، ولی من اینو چون دیگه SL نمیذاشتم، واقعا گفتن چرا SL نمیذاری؟ خب بابا SL نمیخوره پروتکشن، من چیکار کنم وقتی که SL نمیخوره. بعد از اینکه کانال تموم میشه، ببینید این سایکل اصلی مونه، اسپایک، کانال، تریدینگ رنج، وارد یه محدوده شدیم، تریدینگ رنج. خب شما توی اینجاها قرار نیست پوزیشن بگیری، صبر میکنی محدوده تریدینگ مشخص بشه، بعد تو سقف سوم چهارم که برات ایجاد کرده میکنه 1 2 تا 3 تا 4 تا دیگه مشخصه، آقا اینجا دیگه سقف تریدینگ رنجته، اینجا میتونی یه پوزیشن بگیری برای رسیدن به کف تریدینگ رنج که میشه اینجا، که حالا TP 2 اینجاست، زودتر معاملات بسته میشه و دوباره میرسی به کف تریدینگ رنج، یه معامله میزنی به سمت بالا، یه TP 2 دیگه بهت میده و اینجا میرسی به باز شدن بازار نیویورک که تیپس های خاص خودش رو تو تحلیل زمانی داشت که بهتون گفتم و به سمت بالا میره و شما دوباره یه TP 2 میگیری. بچه‌ها میدونم یعنی TP 2 بیشتر داده، TP خدا داده 872 تا رفته بالا، من فقط چقدرشو گرفتم؟ 166 تاشو دارم برای شما میگیرم و حالا اب نداره. بچه‌ها ببینید یه سایکل اینجا وجود داشت، مثل همین کنید اسپایک کانال، اینا در نکنید اسپایک کانال، تمام. یعنی بچه‌ها چیزی فراتر از این نیست، اینقدر پیچیده‌اش نکنید بازار رو. پیچیده هست، در عین سادگی پیچیده است. یعنی شما باید تمیز ببینی، ولی وقتی تمیز می‌بینی می‌بینی چقدر ساده است. ولی خب به اون تمیز رسیدن یه مقدار کار سختیه، تمیز دیدن کار سختیه. خب توی کانال بعدی وارد میشیم، یعنی تو شروع کانال وارد میشیم، دوباره یه TP 2 اینجا میگیریم که خب تا اینجا رفته کاریش نداریم، یه تریدینگ رنج به شما میده و اینا من درست بکشمش. خب حمله نهایی رو میکنه به سقف کانالتون و اینجا یه دونه پین بار و یه دونه کی بار. خب ببینید بچه‌ها خیلی اینجا میاد سریع خلاف جهت روند وارد میشن. خب من اینو SL گذاشتم چون میدونم خیلی ها میگن آقا اسپایک کانال تریدینگ رنج دیگه الان تریدینگ رنج میشه، من اینو SL گذاشتم وقتی اینکه به TP 2 رو نزده و اینجا احتمالاً SL میخوری شما، چون اینجا سریع میخوای با این دو تا کندل وارد بشی در صورتی که هیچ هنوز بریک نکردی یا این خط کانال اول رو بریک کردی و میگه اب نداره اینم SL. بعد میاد اینجا به کف کانال میرسه و دوباره به سمت بالا میره و نقطه ورود TP 2 400 تا داده، ولی خب 192 تاشو میگیریم چون بازم میگم بلند پروازی ممنوع. خب دوباره کانال اسپایک کانال تریدینگ رنج، همین دوباره کانال بعدی وارد تریدینگ رنج میشه، میریم برای روز بعدش یعنی سشن توکیو. یه سقفی داریم اینجا که به سقف رسیده، از اونجا میتونیم پوزیشنمون رو بگیریم با دیدن یک کیبار و گذاشتن استاپ پشتش، SL رو میذاریم اینجا و TP 2 میشه اینجا و به اون برمیگرده. بچه‌ها ببینید بریک میکنه به سطوح مپ میرسه، چیکار میکنه، چجوری خودشو میپرونه از سطوح مپ. اینجا رو ببینید چه فشاری میاره که بپره، یا اینجا رو ببینید چه فشاری میاره، یا اینجا چه فشاری میاره. پول بک میزنه به کجا بچه‌ها ببینید با این دقت چقدر زیبا پول بک میزنه به این سطح و دوباره توی سشن لندن میاد بازار بریک میکنه و اینجا با یه سیگنال کیبار خوب شما میتونی وارد پوزیشن بشی و TP 2 تو چند دقیقه بعد بگیری که البته TP بیشتری داده، تقریبا 1000 واحد TP داده که خب ما 150 تاشو گفتیم بهتون که محکوم نشیم به بلند پروازی. خب دوباره یه اسپایک یه دونه میکرو کانال اینجا داده و سیگنال بار کیبار نقطه ورود بعدی TP 2 دوباره یه میکرو کانال اینجا داده، نقطه ورود خیلی سریع‌تر بوده، حالا اشاره نکنم بهش بهتره. دوباره یه پوزیشن اینجا بوده بچه‌ها، یه پوزیشن اینجا بوده، باید میگرفتیش اینو پوزیشنو،
حالا میگیم نگرفتیش، اب نداره، این پوزیشن بعدی رو میگیری، دوباره میکرو کانال و یه دونه تیپی 2 و وارد محدوده تریدینگ رنج. تریدینگ رنج چجوری میفهمیم؟ پول بک های متوالی. اینجا پول بک متوالی نداشتیم بچا، اینجا پول بک متوالی داریم، یکی دو تا. ببینید اینجا پول بک متوالی هن. این یعنی که وارد محدوده تریدینگ رنج شدی فعلا و سایکل داره عملا تموم میشه، به آخر سایکل میرسی. اینو که میبینی باید بدونی که آقا این ای گپ، اگزاستشن گپ خستگیه و نباید با بریک این هم دیگه بپری تو بازار. ولی خب آقا میگیم فرض با این بریک هم پریدی تو بازار و اس ال خوردی، اوکی اس ال میخوری و یه معامله ضررده میشه، به سقف تریدینگ رنج میرسه بازار و شما این پوزیشن ورود میگیری یا تیپی 2 تو بهت میده، دوباره جا به کف تریدینگ رنج رسیدی، یه پوزیشن کیبار بهت داده و میتونستی تیپی 2 تو بگیری و قیمت داره توی یه سایکلی به اسم مپ هفتگی جابجا میشه. ببینید اون مپ بالا رو نگاه کنید و این مپ پایینو برمیگرده هم به بریک ایون قبلی، یعنی به اول اسپایک قبلی، هم به رسیدن به مپ هفتگی. یه سیگنال وال کیبار میده و تمام به سمت بالا میره، تیپی 2 تو میده و یه ریوارد 280 وایدی برای شما ایجاد میکنه. دوباره میرسه بچا، نگاه کنید با چه تاچ قشنگی میکنه، یه دونه رو، یه تاچو برگشتشو سیگنال ورود تیپی 2، دوباره تو همین روندی که داره شکل میگیره سیگنال ورود اینجا میگیریم تیپی 2. خب بچا حالا میگی خب اگه رسیدیم اینجا به مپ هفتگی این کندل رو دیدیم چی؟ میگم اوکی واردم شدی، اب نداره، یه اس ال میخوری، چیزی ازت کم نمیشه. این همه تیپی خوردی، حالا یه اس ال هم بخور، چیزی نمیشه که. این یه نقطه ورود و اینم یه اس ال که اگه با این کندل بخواستی سریع بپری تو بازار برمیگرده. و البته خب اینجا داره سیگنال به تو میده که آقا بس دیگه بیا بیرون، چون اینجا بحث میکرو کانال میاد وسط و اینجا به شما میگه که تو سود بیا بیرون، اس ال نخور. ولی خب آقا میگیم شما پایبند بودی و به معاملات پایبند موندی. میره برای پوزیشن بعدی یه پول بک به سمت مپ هفتگی میزنه، یه سیگنال بار رو کیبار که تبدیل به میکرو کانال هم شده، یه تیک زیر قیمت میخرید و تیپی 2 و دوباره برگشت به همون سطح و تیپی 2 به همین سادگی. درسته الان چون عیان شده شاید بگید چیزه، در صورتی که نه بچه‌ها این واقعا توی لایو هم همین شکلی، هیچ فرقی نداره. ما داریم الان کندل به کندل با هم پیش میریم، جاهایی که امکان داره شما ضرر بخوری هم داریم نشون میدیم. ولی خب بچه‌ها اگر واقعا پروتکشن خیلی تاپ پیش برید، اس ال نداره پروتکشن بچه‌ها. خب خیلی حرف جدیدی دارم بهتون میزنم ولی خب واقعا این شکلیه. اگر ماشین تور به سبک پروتکشن 100% پیش برید، اس ال نمیخورید، یعنی نمیتوانید اس ال بخورید، اجازه بهتون نمیده. ولی خب میگیم شما انسانی و خطا انسانی داری، اوکی استاپ هم میخوری، چیزی ازت کم نمیشه که اینم داره بهت سود میده. الان توی این روز 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا 11 تا تیپی 2 تا اس ال تو روز قبلی 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا تیپی 2 تا اس ال که اس ال هم دیدیم بچه‌ها خطا انسانی بود عملاً. خب توی این روز هم شروع کردیم کانال هامون رو میکشیم. ببینید این چرخه رو اصلا ولش نمی‌کنیم. اسپایک کانال تریدینگ رنج هر لحظه داره اتفاق میفته، اسپایک کانال تریدینگ رنج داره اتفاق میفته. فقط بعضی روزا وایت تریدینگ رنج، بعضی روزا وایت تریدینگ رنج و بعضی روزا یه تریدینگ رنج خیلی کوچیک و ساده است. تفاوتش توی وایت بودن و کوچیک بودن و بزرگ بودنشه، هیچ فرق نمیکنه. یا مثلا کانالامون بعضی روزا خیلی براد چنلن، بعضیا تایت چنلن، یعنی خیلی کوچیک و سریعن، قدرت بیشتری دارن که همون بحث ویدیوی انواع کانال هاست. توی این روز هم دوباره حمله کردیم به مپ هفتگی. به محض اینکه میرسیم به مپ هفتگی یه الگو میسازیم این پایین و نقطه ورود به ما میده، سیگنال وال کیبار به ما میده، میتونیم تیپی 2 مون رو بگیریم. به محض اینکه به تیپی 2 میرسه واکنش برگشتی نشون میده و یه نقطه ورود به ما میده. چرا؟ چون داریم به یه کانال نزدیک. ببینید این کانال رو ببینید، از بالا کشیدیم به سقف کانال رسیدیم دیگه، داره برمیگرده از کانال. 80% تلاش‌ها برای شکستن کانال شکست میخورند. نکته‌ای که تو ویدیو وجود داشت، نقطه ورود، نقطه خروج. حالا این هم بیشتر رفت پایین که دیگه کارش نداریم. خب توی این نقطه خب میگیم بچه‌ها الان داشته بریک میکرده، چون خیلی پشت سر هم بدون پول بک داشته میرفته. اینجا رو میگیم آقا فرض میگیریم داشته بریک میکرده و ما توی این نقطه برای بریک وارد شدیم و اینجا اس ال میخوردیم احتمالاً. دوباره برمیگرده توی داخل کانال قبلی تریدینگ رنجمون، پس میفهمیم اینجا کف کانال تریدینگ رنجمونه، نقطه ورودمون با این کندل پرقدرت و استاپمون این پشت، تیپی 2 رو بهمون میده و دوباره وارد یه محدوده تریدینگ رنج شدیم.
بریک از محدوده تریدینگ رنج، یه نقطه ورود دیگه و تیپی 2 رو بهمون میده دوباره. خب ببینید بچا چرخه اسپایک کانال تریدینگ رنج هر لحظه داره ایجاد میشه. ببینید اینجا هم گفتم، ببینید تو دل این الان یه دونه اسپایک کانال تریدینگ رنج وجود داره، یعنی تو دل یه دونه کانال خودش یه دونه اسپایک کانال تریدینگ رنجه. خب و اینجا هم به همین صورت ببینید یه اسپایک کانال کوچولو تریدینگ رنج داریم. ببینید اسپایک که کانال ریز اینجا تریدینگ. حالا یه نکته فقط بهتون میگم، فکر نکنید حتما باید الان یه اسپایک بزنم یه کانال بزنم یه تریدینگ رنج. کانال میتونه در حد 3-4 تا کندل باشه، تریدینگ رنج تو میشه در حد 3 تا کندل، کلا 3 تا پول بک متوالی زدن باشه، اون میشه تریدینگ رنج. قرار نیست یه تریدینگ رنج باشه انقدر بره جلو تریدینگ رنج بشه، اون تریدینگ رنج اصلا مقیاساش با هم مهم نیست. ببینید الان اسپایک یه کانال کوچولو 2 تا پول بک متوالی اینجا داده و اینجا داده، تمام. ببینید کل این میشه پول بک متوالی و بریکش از اون تریدینگ رنج، تمام. خب وقتی بریک میکنه نقطه ورودت اینجا باشه، خب خیلی عریض شده. اگه تیپی 2 تا اگه نقطه ورود استاپت اینجا بود شاید تیپی 2 تا میداد، ولی اگه استاپ بذاری این پشت اس ال میخوری که میگیم باشه فرض کنیم اینم اس ال. دوباره به محدوده تریدینگ رنج برگشته، به کف مپ هفتگی برگشته و از مپ هفتگی به سمت بالا میره، تیپی 2 رو بهتون میده. 2 تا نقطه ورود، یکیش اس ال خورده به دلیل اینکه این کندلا رو میبینید کوچولو اینجا، این احتمالاً میمده با شادو با اسپرد میزده حد ضررتون رو و از اونجا شما چیز میشدید، خدایا با ضرر خارج میشدید. ولی با سیگنال دوم ورود شما میتونید اینجا وارد بشی و تیپی 2 تا بگیری. دوباره به این محدوده برمیگردیم، هی تلاش میکنه بشکنه، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا تلاش میکنه نمیتونه و با یه سیگنال ریزشی قوی به سمت پایین میریزه که من اینم نگرفتم فعلا، گفتم ولش کن دیگه، اینم نگیریم بگیم بالا پروازیه. دوباره به مپ هفتگی برمیگرده، اینجا یه دونه پین بار و سیگنال بار کیبار قوی بهمون میده و از اینجا میتونیم وارد بشیم و تیپی 2 رو بگیریم. دوباره در طی همین مسیر یک کانال تشکیل داده، کف این کانال تیپی 2 رو داده، کف این کانال تیپی 2 رو داده. درسته میدونم همه اینا نقطه ورود بوده، بازم اینجا نقطه ورود داشتیم، میدونم نیازی نیست بهش تاکید کنید، فقط من میدونم اینها رو. خیلی بیشتر از اینا الان اینجا ما اوردر داریم، یعنی شاید بگم 4 برابر این اوردرهایی که من مشخص کردم روی این 4 اوردر میتونید شما بگیرید. ولی خب رگباری قرار نیست شما معامله کنید، چون جوابشو پس داده، رگباری معامله کنی به جایی نمیرسی، مخصوصا تو سالهای اول معامله گرید. خب این محدوده تریدینگ رو بریک میکنه، برمیگرده به همین سطح، سیگنال بار کی بار، نقطه ورود بعدی. حالا اگر اینجا به این دلیل که اینجا تریدینگ رنج بوده داشته خارج میشده، شما اینجا سل زده بودی، احتمالاً استاپ میخوردی و اینم یه اس ال. خب نقطه ورود بعدی رو تیپی 2 میده و وارد یه چرخه جدید میشی، اسپایک کانال تریدینگ رنج. یه دونه اینجا تایت داری، یه دونه کل این اسپایک این کانالته و برای مراحل بعدی میری وارد پوزیشن میشی. بچا حواستون هست میکرو کانالا رو دیگه اینجا دیگه دقت دارید، من زیاد رو تیپسا تاکید نمیکنم، نمیام الان درس نمیدم بهتون، من دارم فقط یه سری چیزا رو یادآوری میکنم بهتون. درس‌ها رو باید تو ویدیوها ببینید، ویدیوها خیلی کامله، باید حداقل 4-5 بار ببینیدش. مثلا بچه‌ها به پیام میدم، من دفعه 4م دارم میبینم یه نکته‌ای رو همینجوری در عرض چند ثانیه تو جمله گفتی، من همون نکته رو براشم بعد از ویدیو 4م فهمیدم، رو همون دارم کار میکنم، فقط رو همون یه دونه جمله دارم کار میکنم، استراتژیمو رو اون حرف چیدم. معجزه نیست ویدیوها، ولی خب چون اینقدر حجمش زیاده من خیلی روش حجم مطالب زیادی گذاشتم، شاید سرتیتر نذاشتم براشون، مثلا به ازای یه چیزی که برای یه نفر دیگه سرتیتره من توی جمله چیزش کردم، تمومش کردم، ولی بقیه میرن انقدر روی یه دونه چیز خیلی ساده مانور میدن، حجم مطالب مثلا میشه 200 ساعت. خب چه کاری اینقدر لفتش میدی یه چیزی که بخوای توضیح بدی رو. خب اینجا اسپایک داشتیم، محدوده کانال تریدینگ رنج رو تشکیل میده. خب خود این داره یه تریدینگ رنج بخشی کانال بزرگ برای ما تشکیل میده که خود این تریدینگ رنج تبدیل به کف شده برای ما به این صورت. ببینید اینجا، ببینید یه کف تریدینگ رنج تشکیل داده که به خاطر این میگم تریدینگ رنج بچا پول بک های متوالی، دقت کنید، پول بک پایین، پول بک بالا، پول بک پایین، پول بک بالا، پول بک پایین، بالا بالا، پایین بالا، پایین. خب یعنی آقا چی؟ یعنی اینکه تریدینگ رنج این کانال تموم شده فعلا. خب شروع میکنه به سمت بالا رفتن. فعلا توی این محدوده شما تو دیدگاه این که تشکیل نشده، ببینید این شکلیه، دیدگاهت اینه که این تریدینگ رنجه، یه سیگنال میگیری وارد میشی برای این سقف، برای اینجا که حالا میاد و وقتی به تیپی 2 میرسه شروع میکنه بدون پول بک به سمت بالا رفتن. این یعنی که آقا تیپی 2 تو داره میده، تیپی 2 تو میده و سر تیپی 2 وای میسته.
که حالا اگر شما می‌خواستی خلاف جهت روند معامله بکنی اینجا یه دونه اس ال می‌خوردی. ببینید بچه‌ها اکثر اسلامون چی بود؟ اکثر اسلامون خلاف جهت روند بود. در جهت روند شما معامله‌گر ضرردهی نخواهی بود، پس لطفاً خلاف جهت روند انقدر معامله نکنید. اسپایک رو داریم، کانال رو داریم، تریدینگ رنج و میریم برای روز بعدی که روز بعدی دوباره تو محدوده تریدینگ رنجمون یه سیگنال پایین داریم، میتونیم اون رو بگیریم چون از محدوده مپ هفتگی داره برمیگرده. ببینید اینجا داره برمیگرده. خب اگر بچا اینجا وارد شده بودید روی این نقطه، یعنی اگه دیر وارد شده بودید ضرر می‌خوردید. ببین من الان اینا اپتیموم پرایس اکشنن. شما وقتی دیر وارد میشی هم داری قوانین رو میریزی به هم. وقتی دیر وارد خود دیر وارد شدن باعث میشه که شما یه استاپی بخوری که حقت نبوده. پس این ریتی که دارم به شما میگم برای اپتیموم و شما باید هر روز خودت به این اپتیموم نزدیک بکنی. مثلا توی این روز 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 6 7 8 9 10 11 12 تا تیپی 2 بوده. 1 2 تا 3 و 4 تا هم 5 تا اس ال بوده که ریواردمون 2 بوده و اسلامون هم یه دونه ریوارد داشته. خب میاد برای شما تبدیلی به الگویی میشه. اینجا الگوی وج میده و بریک از الگو تیپی 2 مون ببینید بچه‌ها میفته دقیقاً رو مپ هفتگی. پس رسید به اینجا باید سریع خارج بشید. وای نسا نگاه کن، خارج شو، چیزی از دست نمیدی. و اینکه دوباره اگه اینجا برای برگشت می‌خواستی پوزیشن بگیری که این مقدار بلند پروازانه است، ولی خب شما میگیریش معمولاً چون میدونن دوست داری خلاف جهت روند معامله بکنی، چون خیلی جذابه این قضیه، چون سود زیادی داره ولی ریسک کمی داره. آماتورها خیلی دوست دارن خلاف جهت روند معامله بکنن. اینجا اس ال می‌خوردی و دوباره سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر. ببینید بچه‌ها همزمان باید به همه دقت کنید. میگم من درس نمیدم الان توی این ویدیوها، دارم به شما یه سری نکات رو یادآوری میکنم. برای یادآوری‌ها باید برید ویدیوها رو ببینید. خب اینجا دوباره بریک میکنه، شما نقطه ورود بالای این کندل و تیپی 2 دوباره وارد تریدینگ رنج میشی یا بریک از تریدینگ رنج تیپی 2 و اسپایک در حد یک کندل، کانال و پول بک های متوالی و برگشت از اون سطح. خب میدونی اگه برام تایم فریم 1 دقیقه‌ای کل این بچه برای من یه سایکل کامل میشه. خب پس باید خیلی دیدگاهتون رو جامع‌تر بکنید. کار ساده ای نیست معامله گری، بازم تکرار میکنم کار ساده ای نیست معامله گری. خب وارد یک اسپایک دوباره میشیم که نقطه ورودمون اینجا، تیپی 2 مون رو میگیریم تو اسپایک. تو اسپایک ها بچه تیپی های 4 5 راحت میشه گرفت، ولی خب من تیپی 2 رو گرفتم. یه پول بک میده و 1 2 تا نقطه داریم و این میشه کانالتون. به محض اینکه داره بریک میکنه یعنی آقا کانال داره یا تبدیل به براد چنل میشه یا داره تبدیل به تریدینگ رنج میشه. که ببینید اینجا هم تبدیل به براد چنل شد، هم یه وج دادیم پایین. نکنید این 1 2 تا 3 تا 4 تا که خود اینا پوزیشن بودن ها، ولی خب اینا رو نمیگیریم فعلا. میگیم آقا رو آخری های این مثلا می‌خواستی وارد بشی که اگه مثلا رو این وارد میشدی تیپی 2 تو شاید نمیگرفتی اس ال میخوردی، یا اگه تو این وارد میشدی تیپی 2 تو نمیگرفتی اس ال میخوردی، ولی رو این وارد میشدی تیپی 2 تا میگرفتی، خیلی بیشتر از تیپی 2 تو میگرفتی، تیپی خدا میگرفتی. ولی میگیم حالا فعلا تیپی 2 رو داریم نشون میدیم فقط. دوباره خود این کندل میشه نقطه ورود، استاپت این پشت تیپی 2 بعدی که کجاش خورده، کجا رفته خدایا، اینجا این تیپی 2 بعدیه. و دوباره میکرو کانال و نقطه ورود بعدی که حالا تاکید نکنیم زیاد روش، دوباره میکرو کانال نقطه ورود بعدی و پول بک های متوالی ورود به سطح چی تریدینگ رنج. کانالمون هم در حد همین کندل ها تایته. تریدینگ رنج که میسازه شما تو یا ببین دو تا انتخاب داری، یا تو تریدینگ رنج معامله کنی یا نکنی. اگه تو تریدینگ رنج بخوای معامله کنی باید پی اینو بتونت بمالی که خیلی ممکنه خلاف جهت تو پیش بره. یعنی این خاصیت تریدینگ رنجه که یه کندل زرد بزنه یه دونه سبز، زرد سبز، زرد سبز، زرد سبز. بعد تو تریدینگ رنج وقتی وارد شدی خلاف جهت روند رفت دیگه به همه چیز شک نباید بکنی که آقا تو تریدینگ رنجی چه انتظاری وجود داره از این قضیه. ببینید 1 2 تا 3 تا 4 تا و از همینجا برگشت. روی این رو قبلی هم میتونستی بگیری، روی این هم میتونستی بگیری، روی خود این سطح پایین میشد وارد شد. این نقطه ورود اینجا باشه و برای تیپی بالا رفت یا برای اون سطح بالا. ببینید نقطه ورود اینو میبینید اینجاها باشه یا نقطه ورود پایین اینجا باشه. و اینا هم یه سری نقاط ورود و خروجن که من میبینید نشونشون ندادم بچه‌ها، اصلا روی اینا تاکیدی ندارم، اصلا براتون نقطه ورود خروج اینجا مشخص نکردم، در صورتی که اینجا کلی نقطه ورود خروجه. ارزش هم ارز کمی نیست، 300 واحد ارز داره. و
اینم تیپی 2 پوزیشن بالا و اینم البته بخش اینجا SL می‌خوردید. اگه برگشت از مپ می‌خواستید نشون بدید SL می‌خوردید. من چون خیلی می‌خوام بد بیدانش بکنم دارم اینجوری حرف می‌زنم و دوباره برگشت سطح تیپی بالاتون و برگشتتون به کف تریدینگ رنج. خب فکر کنم خیلی طولانی شد. من موندم اینا رو چجوری بخواستم تو کلوز فرند بگم بهتون این همه حرف زدن. خب فقط تاکید کنم که بچه‌ها من اینو براتون آماده کردم، ولی خب فکر نمی‌کنم بتونم روی همین ها بهتون سوال جواب بدم، چون الان دیگه من باید برم برای آماده شم برای روز دوشنبه خودم، چون کار خودم باید انجام بدم. و خیلی ممنونم از اینکه لطف دارید به من، تو خیلی از پیاماتون خیلی لطف دارید، عزیزید، واقعا دوستتون دارم و اینکه همین دیگه زیاده گویی نکنم. مواظب خودتون باشید و ارادتمند. خدا نگهدار.